بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله، أي قول المعلق: إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد عاش في القرن الثاني عشر. تحت من اصل چهارم درباره علم و علما و فقه و فقهای حقیقی و کسانی که خودشون به اونها نسبت میدهد، یعنی که عالم تراش ها، فقیه تراش ها. در تحت همین سخن شیخ الاسلام معلق چنین میفرماید که شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قد عاش رحمه الله قد عاش في القرن الثاني عشر، واقعا در عصر دوازدهم چکار حیات بسر برد. و عاش في زمن انتشر فيه الشرك الأكبر، در یک دور و زمان زندگی کرد که در اون دور و زمان شرک اکبر خیلی هم در رواج و در رونق بود، فهم بود. وهي عبادة القبور وغيرها مما يتخذ آلهة. مراد از همون شرک اکبر کدام نوعش فهم بود؟ یعنی قبر پرستی و غیر از آن از دیگه چیزهایی که وایها را بجز الله معبود میگرفتند. بجز الله چی میگرفتند؟ اله میگرفتند، خدا میگرفتند. فانکر علیهم و دعاهم الى التوحید. شیخ الاسلام وایها را چیکار کرد؟ انکارشون کرد، معنشون کرد، نکنید گفت، و ایشان را دعوت به توحید کرد. و الى العقیدة السلفیة الصحیحة، و ایشان را دعوت به عقیده سلفیه درست کرد، عقیدة اهل سنت والجماعه. اکنون ایضاح میده از شیخ که عقیده سلفی عقیده بدعت نیست، یعنی همون عقیده اهل سنت و جماعت همان از عقیده سلف التي مضى عليها امام اهل السنة احمد بن حنبل رحمه الله. یعنی این همان عقیده است که به همان حیاتش گذرانید امام اهل سنت احمد بن حنبل رحمه الله. فهمیدید؟ اکنون سخنه با دوام میتیم. قبل از سخنه دوام دادن بینیم با تعلیق گذاری شاگرد شیخ چی میفرماید. و الیک اخی القارئ الكریم، و الیک اخی القارئ الكریم ملخصا عن عقیدة المسلم المنهج السلفي التي يجب أن يدين العبد بها امام ربه. دیدید؟ میفرماید که بگیر ای برادری خواننده گرامی، اختصاراً در باره عقیده مسلمان یعنی منهج سلفی را به طریق اختصار به تو پیشنهاد میکنم باید تو بگیری. التي يجب ان يدين العبد بها، این چنان عقیده است که واجب است که بنده به همین عقیده چیکار کند؟ دینداری بکند امام ربه، در پیشگاه پروردگارش. فهمیدید؟ برای چی؟ لیجد جزاء ذلك یوم یلقاه، تا اینکه پاداش اینه ببیند، بگیرد، بیابد در روزی که با پروردگارش ملاقات می شود، واخری می کند. والتي ذكرها شيخنا أحمد بن يحيى النجمي في كتابه الفتاوى الجلية عن مناهج الدعوية. و همانی که یعنی و چنان
عقیده است که اما عقیده مسلمان چنان عقیده است که وی را شیخ ما احمد بن یحیی النجمی در کتاب خود به نام الفتاوی الجلیه عن المناهج الدعویه ذکر کرده است و هو اجابه عن سؤال ورد عليه يسأل فيه السائل الشيخ عن ذلك. این اساساً در این فتاوا یک جواب است نسبت یک سوالی که داده شده است به شیخ وارد شده است. میپرسد در وی سائل یعنی پرسنده به شیخ میپرسد که عن ذلك در این مسئله و عن التعریف بغیرها و در باره چی تعریف بغیر این عقیده مسلم. فرجع الیه زادک الله توفیقا و علما. باید که در این مسئله مراجعت کنی به کتاب همین شیخ ما الله تعالی توفیق و علمی بر زیاد عطا بخشیده باشد. المنهج السلفی. اکنون منهج سلفی، راه سلفی کدام راه است؟ ان دین لله عز و جل. ببینید چیزی دی دولت است و نگیریدش. اگه چیزی دی دولت و ضد دولت داری باشد، ضد اسلام باشد، نگیریدش. برای چی این گفته شده؟ ما عقیده تلخکف شدی از این عقیده. تلخکف شدیگن ملاها از این عقیده را بدنام و سیاه کرده نشون دادیستن در نزد خادمان دولت. میگم که اکو اختصار کردن میفهمند که ببینیم چی میگوید در اینجا. یکم ان دین لله عز و جل بالتوحید فلا ندعو احدا سواه. نگاه ما باید دینداری ما را به خاطر الله چیکار کنیم؟ ان دین لله بالتوحید، یعنی ما در توحید باید که الله را دینداری بکنیم. یگان کس را غیر از الله دعا عبادت نکنیم. فهمیدید؟ یعنی مشرک نشویم. به فکرم مشرک نشویم باید که همه ملت قبول کنیم. اگر گفت نه در کار نیست قبول میکنه مشرک را. اعوذ بالله. ولا نلتجئ الى احد غیره. نباید که ما به کسی از غیر از الله چیکار کنیم؟ التجا بکنیم، پناه ببریم. در چی مثلا؟ فی جلب نفع او دفع ضر. خواه در جلب یگون فایده باشد یا که در دفع یگون ضرر. یعنی خواه ما در یگون فایده در کار شود، خواه یعنی که یگون ضرر از خود ما دفع میکردیم باشیم، بیماری، بلا، مصیبت دیگه. باید که التجا فقط به الله بکنیم. باید به همین امر راضی باشد. هیچ کس باید که به التجا به قبر، به مزار، به ایشان، به درخت، به سنگ، به چوب نکند. و ان نتعبد ببغض المشرکین و عداوتهم. ما باید الله را عبادت کنیم، یعنی همچون عبادت حس کنیم به بد دیدن مشرک ها و به عداوت اونها. یعنی مشرک ها را بد دیدن ما نه به خاطر آن است که ویا دارن ما ندارن، ویا ماشین دارن، ویا راکت دارن، ویا تیر دارن، تفنگ دارن، خانه دارن، نه. ما ویا را بد میبینیم به خاطر شرکشان، به خاطر پایمال کردنشان حق الله را که از همه بزرگترین حقوق است. اینم عبادت است. فهمیدید؟ الا انه یجب علینا، ولی الا انه حجت ولی میشه، ولی به ما واجب است که ان ندعوهم اولا الى التوحید، پیش از اون که ما علیه مشرک ها مبارزه بریم، یعنی به تیر و تفنگ و ما باید یکمین وظیفه ما رو به جا بریم در برابر این کافران، ایشان به توحید دعوت بکنیم و نبین لهم، برایشان بیان و روشنی اندازیم انه لا اسلام بدون توحید، اسلام بی توحید نیست. اگر کسی که اینه در صحبت درباره کدوم مشرکا رفته شده، مشرکای داخلی در درون اسلام استاده، شرک میکنن، قبر پرستی میکنن، چوب پرستی، سنگ پرستی میکنن و میگن که اسلام است. میگیم که لا اسلام بدون توحید. این کاری که شما کرده شده این بی توحید است. بی توحیدی این بی اسلام است. فهمیدید؟
و ان من دعا الها غیر الله کفر. گفته فهموندم نکنه کسی غیر از الله یگان معبودی دیگری را دعا کند یعنی عبادت کند، خواه دعای چی؟ مسئلت باشد که در قدرت بنده نباشد، خواه دعای عبادت باشد چی میشد؟ کافر میشد. زیرا دعا دو خیلی میشد، دعای عبادت و دعای مسئلت. دعای عبادت فقط از الله میپرسید، از غیر الله پرسیدی و جاش آوردی کافر میشی بشک شد. مانند نماز خوندن، روزه داشتن، حج کردن، صدقه دادن، نظر کردن. دعای مسئلت دو خیلی میشود، یعنی غیر الله را پرسیدن در چیزی که بنده قادری آن است. اوای طرفی چیپته بردار، اوای طرفی چوب بردار، این طرف شما میبردارن بردار میشه. فهمیدید؟ اما دعای مسئلت از غیر الله در آن چیزی که جز الله قادری آن نیست، این چی میشد؟ محو است. برای خاطر از غیر الله پرسیدن با شروطه. یکی از شرطاش چیه؟ حیون زنده باشد، دویمش چیه؟ قادرون توانا باشد، سوم حاضرون در پیشتون باشد، چهارم چی؟ سبب باشد. سبب نه. فمن اصر بعد ذلك، کسی بعد از این با استادگری کند. استادگری معنی چه؟ این مچو معنی چی میگه؟ دو پا در یک موزه مونند، یعنی با گفتی خودش میکنه. فانه یجب علینا البعد عنه، و ما همون وقت واجب است که اول شدن دور شدن و بغضه لله، انا همون وقت واجب میشه بعد دیدن به خاطر الله. فهمیدید؟ همون بعد دیدن باید که به خاطر الله باشد، به عبادت میشه. فهمیدید؟ به خاطر یک چیز نه، یک چیز دیگر نه. چون که الحب فی الله و البغض فی الله باید شود. فهمیدید؟ یا که الحب لله و البغض لله باید باشد. انا همون حین کسی همین درک کند، انا همون کس موقوع به حدیث شیرینی و مزه ایمان چی؟ لذت ایمان حس میکند. ثلاث من کن گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجد بهن حلاوت الایمان. نه یکی از اون همین. دوم عقیدت السلف تنبنی این بنا ینبنی این بناء بنا شدن، بنا یبنی بنا کردن، این بنا ینبنی بنا شدن. چه فرق است؟ بنا کرد این متعدی است و بنا شد این لازم است. یعنی متعدیش چه؟ مفعول طلب و لازمش محتاج مفعول نیست، این لازم است. عقیدة السلف تنبني على أن يوصف الله عز وجل بما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. أنا عقیده سلف بنا میشود در اساس چی؟ بنا دیوار، دیوار شفت این بنا تگ همین دیوارن چیه؟ فوندامنت اساس ہے. انا همین بینایی که شما کرده شدید که این باید در بالای اساس باشد. اول باید تو اساس داشته باشی. همون اساس از چی عبارت است؟ الله را وصف کردن به همان وصفایی که خودش را در کتابش وصف کرده. عقد کوچه وصف کردن حق نداری تو. فهمیدی؟ از اینجا از اونجا وصف کردن حق نداری تو. همین الله اگر واقعا تو دوستدار الله باشی، واقعا تو میخواهی الله را وصفی بزرگ کنی، از همه بهترین زیباترین آن وصف است که خودش گفتگی و این محتاج وصفی تو نیست. اون وصفی که تو از قد کوچه راست میکنی همتایی هزارها صفت راست میکنن برای الله تعالی در بعضی کتاب، خصوصا کتاب دلایل خیرات صوفیان. اون کتاب دلایل خیرات، وردی روزی شنبه چی خونه، روزی یک شنبه چی خونه، خیلی
با هر یک فرشته در اون ذکر می‌کنه که در جهان خیلی فرشته نیست، در دوئل و مردوئل و هم خیلی. و علی لسان رسوله صلی الله علیه و و پیغمبر یا که بگیم و به زبان پیغمبرش وصف کردگی صفتها به همونها، یعنی که الله رو وصف کرده شود. این چی است؟ این اساس است. فهمیدید؟ اکنون وقتی که ما الله رو وصف میکنیم به تحریف یگون تغییر نشود، اختصار کرده، ولا تمثیل مانند کردن نشود، ولا تشبیه نمونه، ولا تعطیل یعنی او را خالی کردن در کار نیست. تعطیل گفته بیکار کردن میگه. مثلا میگم بیعر معطله، چاهی ویران شدگی، یعنی چاه هستی و درنش خالی، آب ندارد، چاهی بیکاره. یعنی بعضی همه خیلی گروه های معطله هستن که صفت الله رو میگن این هم تو آمدگی نه که بگن، ولا تعویل یا که تعویلش میکنه. سو کسا میگن که استوا به معنی استولاه، یعنی بعد از آن بالای عرش برآمد نمیگن، میگن که بعد از عرش آفریدن چیکار کرد؟ بعد هجوم کرد، عرش گرفت. یک عجایب. هجوم یک کسی میگن که جنگل شود که مقابله نشود. هجوم. خب این سوم نثبت لله الاسماء الحسنى، برای الله نامهای زیبا را ثبوت میکنیم، یعنی قرار میدهیم، اثبات میکنیم. التي اثبتها لنفسه، همون نامهای زیبایی که خودش برای خودش به ها را اثبات کرده است. و مدح نفسه بها، خودش را به همون نامهای زیبا مدح و تعریف کرده است. سواء كانت واردة في الكتاب او السنه، فرق ندارد خواه یا وارد شده باشند، یعنی آمدگی باشند در کتاب یا در قرآن یا که در سنت پیغمبر است. این است عقیده سلف، منهج سلف. چهارم نؤمن بأنه لا وصول إلى رضا الله ولا إلى الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. چهارم منهج سلف از آن عبارت است که ما باید ایمان بیاریم، ما باید ایمان داشته باشیم که به رضای الله رسیدن نمی شود و به جنت رسیدن نمی شود به راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فهمیدید؟ به راه پیغمبر، به نشانداد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه به الله می رسی نه به جنت می رسی. بنابراین کسی غیر از راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای خود راه را انتخاب کنه، اختیار کنه، به مقصد آن که من به الله میرسم یا که به جنت میرسم، و خطا کرده است. فهمیده؟ و اما من طلب الوصول الى رضا الله من غیر طریق رسوله فانه قد ضل. این شیخ خودش میگه. اما کسی که جستجو کند رسیدن را به رضای الله از غیر طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم، البته وی گمراه شده است. و عمی عن الطریق، و از راه کور شده است، چشم و راه حقیقت ندیده است. و خسیر دنیاه و آخرته، با تعبیر خود ما گویم وی دنیا و آخرت از دست داد. یعنی وی در دنیا هم یعنی چی؟ خار شده است در آخرت هم، در دنیا هم زیان دیده است در آخرت هم. این است یعنی چهارم بندی اختصاری گویم منهج سلف، راه سلف. پنجم نؤمن بأن شرع الله تعالى هو ما جاء من طريق الوحيين الكتاب وسنة رسوله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما باید ایمان داشته باشیم که شریعت الله این همان است که از طریق دو وحی آمده است، هم از طریق قرآن و هم از طریق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر دو اینها وحی از دیگر جدا نشوندن، هر دو اینها یک تن. بعضی کسا قرآن از حدیث، حدیث از قرآن جدا میکنند.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی فرمود؟ الا انی اوتیت القرآن و مثله معه. آگاه باشید که الله به من قرآن داد و همانند او همراه او به من داد. یعنی چی دلالت میکنه؟ هر دوش وحی. همون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خودش گفتگی نیست، خودسرانه. و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از هوا، از خواهشات نفسش کم نمیزنن. این هو الا وحی یوحى. نه. و الى ذلك اشار ربنا بقوله تعالی، و به همین اشاره میکنه پروردگارمون. و چی؟ یعنی شریعت الله از دو طریق وحی آمدنشه، چی؟ یا که از طریق دو وحی آمدنشه الله تعالی اشاره کرده میفرماید ثم جعلناك على شریعت، بعد از ما تو را قرار دادیم بر یک راه، یا که درباره یک راه تو را قرار دادیم، یعنی تو را ما در یک راه ماندیم. من الامر، اون راه از دین است، همون شریعت از من الامر در این زمانه چی؟ دین. فاتبعها، بنمی شریعت رو، فهمیدید؟ فاتبعها، پیرو از همین شریعت، فتمسک بها، به این چنگ بزن. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، بخواهشات نفسانی کسانی که نمیدونن از پسی نرو، وارد نشو. فهمیدید؟ این امر پروردگار است که ما باید که از این جاده چه بیره نرویم. این بود پنجم بندی چه اختصاری منهج سلف. ششم ان نعتقد بان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والسنة هي المبينة له ويفسر القرآن بالسنة وبتفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. دیدید؟ ما باید اعتقاد داشته باشیم که قرآن کلام الله است، نازل شده است، مخلوق نیست. قرآن چی نیست؟ مخلوق نیست. و سنت این روشنی اندازنده قرآن است. قرآن سنت چیکار میکنه؟ روشنی میاندازه. و قرآن را به سنت تفسیر کرده می شود و به تفسیر صحابگان و به تابعین. یک اصلا خوب می شد که قرآن را به قرآن تفسیر کرده می شود و به سنت. خوب می شد که اعلام بکنه و یفسر القرآن بالقرآن و بالسنت، و به سنت و به تفسیر صحابگان و به تابعین لهم، یعنی اون تابعینی که تابع از صحابگان هستند، به احسان، یعنی به طریق پررگی، به طریق استوار نکو. فالتفسیر للقرآن یکون بالاثر، یعنی تفسیر کردن قرآن این به چی؟ به اثر می شود. به اثر. مراد از اثر چیست؟ یعنی من طریق الصحابه و التابعین، یعنی از راه صحابگان و از راه یعنی تابعین. و بالاحادیث الموصله الى ذلك، و به حدیثایی که برده به همین میرساند. و الکتب التي تحوی ذلك، و به کتابهایی که در بر میگیرد چرا این را تحوی گفته در بر گیرد. هي التي يجب اقتناؤها، انا همین خیلی کتابها را واجب است چیکار کردن؟ اقتناع کردن. اقتناع چیه؟ به دست آوردن. انسان باید در تلاش کوششی آن باشد که چنان کتابهای را گیرد که چنان کتابهای را در دست گرفته باشد در درون او تفسیر قرآن به قرآن و به اثر باشد، تفسیر بالاثر. و قراءتها، همونها را باید که خونده شود، واجب است که شود، که تفسیر ابن جریر، مانند تفسیر ابن جریر، تفسیر البغوی، تفسیر بغوی که سحراب شیخ ما درس نکرد حفظه الله، و تفسیر الدر المنثور للسوطی، آیان سوطی خیلی و امثال درباره تفسیر الدر المنثور است فی نظر، این طالب نمیتونه یعنی اینه به یگو خیلی اساسا یگو نمودی تفسیر به اساس خونده نمیشه به معلوم، خصوصا در المنثور سیوطی برای چی اینه ذکر کرده است الله اعلم.
خلا تفسیر بغیرم مثلا اینم آسان نیست. در اسرائیلات بسیار داره، دنیا اسرائیلات داره. دنیا یعنی که اگه گپا داره که این فرشته اون فرشته حقیقت کی اونا رو دیده گپ زنوشونه؟ نه. هفتم يجب أن نأخذ السنة على طريقة المحدثين. سنة واجب است که ما بگیریم از طریق محدثان. یعنی محدثان چی گفتن؟ همون او فقیه ها فقیه تراشا چی کار میکنن؟ حدیث طب میدید و کجش میکنه در مذهبش روش میکنه. اما حدیث ضعیفه میگه که آخه در زیر نخونده این ضعیفه میگه. و میگه که ابو بکر میگه در زیر گلوش مونده، میگه خون عمر در روی سینه‌اش مون، عثمان در بالای اشکمش مون، علی در تگی اشکمش مون. میگه که مقصد همین خیلی مثلا گوه که ابو بکر گفت که الله من میخوام که حلقم تازه نگه داری. اما خیلی افسانه میسازن. اینش گفت ویم نگه دار، شما گفت اشکم نگه دار، علی گفت که اندام نگه دار. ابد چی به نباشد در همین گپه یعنی از سینا من نگه دار. گپوی بیمانه والله یک شرمندگی هست. یک بیگانه اومده اسلام قبول کنه این افسانه رو شنو بعد میگه که دیوانه همین مرد میکنه باور میکنه. با خود سلام میگه که یه حدیث ضعیف هم میگه. اما حدیثای صحیح هم در جای خود ما نماز مردونه زنانه کردیم. این میگه که زنکان خیلی میکنن، کاش که زناشون نماز کنه، خودشون هر نماز دورونه با زنهاشون، خودشون دستری زناشون زناشون دستری خودشون. نه یعنی سنت هر کس نمیشه گرفتن، سنت از طریق محدثان میگیریم فی تصحیح و تضعیف. نگاه کنید همون محدث ها صحیحش گفته باشن، انمونه صحیح ضعیف گفته باشن، همون صحیح. فنأخذ ما صح و نترك الضعیف. دیدید صحیح عقیده ما همین است که بگیریم، ضعیف ترک بکنیم. اینا چی میگم که نه، ما اگر میگویم حدیث ضعیف ترک کنیم و حدیث صحیح عمل کنیم اختلاف میفته. در حدیث اختلافه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا. حدیث عرباض بن ساریان میگه صحیح. کسی از شما زندگی کند اختلاف بسیار میبینه. اختلاف بوده، اختلاف جای گریز نیست، میشه. و پیغمبر علیه السلام برای ما دارو پرتافته رفت دیگه. این دارو محرومه. چی میگوید؟ برای از اختلاف خلاص شدن میگوید که علیکم بسنتی. میگوید سنتی من گره. میگوید اینا میگوید نه به سنت عمل نکنه اختلاف میخیزد. اول میگوید که فتنه، میگوید که چی فتنه شرک هست. میگوید نه مراد فتنه اختلاف خواهی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که اختلاف میشود علیکم بسنتی. حل این مسئله رو گفته است. علیکم بسنتی، سنتی من گره صح قبل به سنت عمل کنه باید اختلاف نشود. اینو عکس میگوید. کن نمیدونید گپی کی رو گرید؟ گپی پیغمبر گرید یا که گپی اینا رو گرید؟ گپی اینا رو گرید گمراه میشه. الله تعالی در قرآن میفرماید که اگر تو اکثر اهل زمین را تابع میشدی، اگر چیزی گفت خوب شده، خوب بلده گفتی اینا رو کردن گرید، البته اینها از جاده شریعت همه خیلی بی‌رحم میکنن که در روز قیامت کیم به قطار کی میخزه. به این معنی گمراه میکنن. برای ما سخن اینا اعتبار نداره. نه این بود بندی هفتم از بندهای اختصاری قیدی سلام. این نظم میبینید. هشتم ندين لله عز وجل بطاعة ولاة الأمر في المعروف. ما الله را دینداری میکنیم، یعنی عبادت میکنیم به اطاعت کردنی
راهبران کار، یعنی راهبرای دولت گفته شده است. فی المعروف در ولات داخل می شود دو طایفه انسان ها، راهبرای دولت یعنی امیرها، راهبرها، سلطانها، رئیسها و علما از این راهبرها جداگی ندارن، طوری که اینها به علما کار کردن نمیتونن، باید که اینها مصلحتی یکدیگر باشن. فهمیدید؟ اما هر مشکلی که نسبتی بعض تحقیر اسلام و مسلمین اگر دیده شود از طرف راهبرای دولت روز، این کم بوده از طرف راهبرای دینه. فهمیدید؟ زیرا که همین ها در درون دین به طور خودشون سیر و گشت میکنن، هیچ چیز نمیفهمن و چی میگه اون کسانی که مثلا در پهلوی این دین گشته، مثلا گیریم هر دایم وقت ندارم، مثلا من نماز 5 وقت دارم، هر دایم وقت ندارم که مثلا گیریم امر معروف روندم که چیز میشنه. من مثلا اگه بگذارن گفتم که نه میرم اینو کو روزای جمعه میرم که راهبر دولت خیر بگذار که رفتم، گفته وزارت تو تخت کی رفتن چی میگیرن؟ همون چیزی که خود امونا دارم. برای ما عربای هم مثال دارن که عدم الشیء لا یعطیک الشیء، هیچی نداشتگی هیچی نمیته، خفه نشه. فهمیدی؟ بماند یک کسی که درنی بازار میداره، یعنی ملامه ما درنی بازار میدارن، اما نمود میوه هر چیز میبینه دلکشش هست، کیسش خاله، هم دهنش آب میکشد میگرد همه خیلم میگرد. اعوذ بالله. اگر یک کنفرانس های اسلامی اینا دعوت کنند، اگر امیر حضرت مومنین رو هرن، اگر یک کنفرانس اسلامی بین عرب و شیخان دعوت کنند، از همه شرمنده ترین خلقا همینا میشن. اینا فقط یگان راه یک چیز میتونن گفتن که زبون نداریم، همه نویسن که ما بی زبون هستیم، دیگه هیچ نمیدونم چی میگوین. یا نقل میکنن که در مراسم حج ملاها خونه عرب دعوتشون میکنن، اینا خادمای دینی رو مهماندارشون میکنن، بعد میگن که شما چیز کار مهنت هستم زندگی تو چیه؟ بعد مسجد نه کارای میدونم میگه همه ما در مسجد کار میکنم، منم ایمام میگم کار زندگی حیاتی بچه شد خوردن پوشنم چی من بوم مسجد ما نمیفهمم. و به طریق دیگه ترجمان ها میپرسن یا خب برای خود زندگی دنیا رو پیش بردم، خیلی مثال خوردن پوشوندن اینا، البته با میگه مسجد میگه. بعد دفشو میکردم اونجا شما من میگید بتون یعنی که مزدخور و تو صدقه خور بدید فهمیدید؟ این یکم هزارها شرمنده شده دیگه با پروانه دارم. با میگن که باید که اسلام سعودی مانند اسلام آسیمیانه باشه، خشاع، تحقیر، پست، غیاب، محلگرایی همه خیلی باید باشه. گفتن کتابای مقطع مجلد می نویسی که برای مانند یعنی که فتاوی ابن تیمیه می نویسی درباره مردم خدمت. نه دیدید طاعت ولات امر اینم عبادتی الله است، عبادتی و یا نیست. وقتی که ما ویر اطاعت گفته است که فی المعروف یعنی در کارهایی که اطاعتشو میکنید و ها معروف هستن در نزد خلق، نه معروف در شریعت باشه. فهمیدید؟ چون که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت نیست برای مخلوقی که باید در معصیت خالق است، اطاعتش نمیکنه مادام مسلمین تا آن دمی که مسلمان یحکمون شرع الله، یعنی شریعت الله را حکم قرار میدهم و مقصد ولات باید همین باشه. فهمید؟ و یقیمون حدود الله، حد حدود الله را برپای میکنن و مادام یقیمون الصلاه و تا آن دمی که نماز میگذارن و ان طاعتهم واجبه، طاعتشون واجبه. و این جارو گرچنده که ظلم و ستم بکنن و ان من قال خلاف ذلك و اجاز الخروج على الامام المسلم، کسی عکس این کار برد یا که عکس این گوید یک کیم ما تعرف کنند
و اجازه دهد برآمدن را علیه امام مسلمان ها مانند قرضاوی و قرضاوی طلحت‌ها. کسی اجازه دهد خروج علیه امام مسلمان و امکان جاین گرچنده که با تکرار می‌کند امام مسلمان ها ظالم هم باشد فهو مبتدع ضال و بدعتکار و گمراه است که همون کسی که خروج میکند. خروج به چی میشود؟ یا به قولم خروج میشود یا به چی؟ به فعلم میشود یا به اشاره هم اشاره میکنه. بعضی اشاره دیگر رو رفتن گیره میگه خب ما رو بجان خب ما که پیر شده میگه. يجب على علماء المسلمين أن يرد عليه قوله ويبين ضلاله. با علمای مسلمان ها واجب است که او را رد کنند. همون کسی که ضد راهبر گام میزنه، ضد راهبرها برآمد میکنه، دیگه عملیات نشون میده، باید که عالمان خب نشینند و بیان کنند گمراهی او را. آخر باور میکنه در تاجیکستان یگان کس درباره حزب تحریر گام نمیزنه. همه خط دمی درون گشته، همه خبردار بود. وقتی که دولت روبارو به سر کرد، کفتوکا به سر کرد و بعضی کسا رو دستگیر کرد، با بیدار شدن بعد در کتاب کاوی با گفتن که این حزب گمراه هسته، این عذاب خر این کار منه. اما پیش از دولت چی به نگفتی؟ اینا برای دمروک هستن. اینا خودشون پروای دنیا دین و دنیا ندارن. باور میکنه دین شکست شده، در دین داخلش پروا نداره. شیعه لغت کرده اون دختراشون متعه کرده گشته، پروا نداره. معقولشه خودش میکره اینا اکثرش. اما بچه اول خب کنه اگر ما بودا آیسا همین دولت حس کند ضرر شیعه از ضرر یهود بدتره، با قرار بود گفت که این شیعه ها متهم بودن، اینا غیر اسلامیان، اینا غیر مقابل دولت هستن، گفت قرار بود من مولا هم میگن چی ها راست میگه. الان مولا ها رقمش نگاه کنید جامعش بود تو درگیری سوختگی با میگه برادر خودت سوختگی بودی خود در نکردی، فهمیدی؟ خودشون سوخته خاکستر شد دیگه یک قسم بدنشون، عقیدهشون ویران شد دیگه، شیعه شد دیگه خب همش. وقتی که دولت که قرار براره دیگه اینا جانبدار دولت میشه. با ممکنه ها دفنو آیت اون خیلی گفتی اینا ابوبکر هم میگه اینا ابند نمیدونی همین نه نمیدونی بعد چی به ملا گرفتی خودت، فهمیدی؟ وقتی که مسجد رفتم بعد یک برادر گفت که شیخ انشالله گشتی برتن مبارک شد انشالله. بعد انشالله پلانات چیه؟ که الله علمه بکدوم هستم پلانات میکی گفتم صحت سلامت انشالله کارم در دولت تنش کنم، دولت قانع کنم که من انشالله دوست جانبداری مردم تاجیکستانی هستم، قانع کنونم گشت بیام تمامی یعنی که سیستم دینی رو دیگه مهنم در تاجیکستان دستم بیاد. مثلا چیکار می‌کنم؟ اکثری گفتم ملاها رو آلیش میکنم و اینا را سر نمیتن، همش از نام مسجد 20 تا 40 تا 100 تا 200 تا گوسفند خریده به کوه تاجیکستان چوپانی میفرستیم، زیرا که اینها اهل و لایق چوپانی هستند. اگر بینیم که انشاءالله در طول بسیار چند سال یعنی که همین چوپانشان موفق شود با اساسا با خلق میگذارش، اینها گوسفند دیدن نمیتونن، اینو گوسفند خوردن میتونن یکی دیدن هم نمیتونن. بچه خیلی خلق این کسب خوبه والله. تمام پیغمبرها چوپان بودن، تمامی پیغمبرها یعنی که اکثرشون هم از چوپان و همین گاه و گوسفند پاشت و پا بودن. من میسوزم سبحان الله. فهمیده؟ مشکل ما که والله من برای ما بگم که برای همون با دولت کارسازی و یعنی یک دیگر فهمی کردن با دولت دارها هزارها خوب هسته تا به اینا همکاری کردن. فهمیده؟ اینا یک شریکی از این مخالف هسته که در نیم میرم میپرتوتی میگم من نیست. فهمیده؟ خیز میگود وقتی که میخیزی
چیکار کردن تاجیکستان؟ و یک احمقی بیکاره چیکار کرد؟ یا دستش رو مالچه توپ دو خودی مو هلیکوپتر چه؟ ورتالیا چیکار؟ آیا ما تنگ نداریم خلق؟ آیا ما توپ نداریم؟ ما داریم. ما آسمان نداریم؟ داریم. گفت وقتی جنگ تست هم بهش خودشون گرفتن. امروز شیعه شده دیگه. امروز شیعه خبیث شده دیگه. فهمیده؟ با امروز دنیا حیا شر با خودش سیدزاده میگه من از سلسله پیغمبر هستم میگه. ما اولاد پیغمبر ابو لهب اولاد پیغمبر بود. کدومش دوست دارید؟ من نمیفهمم. ابو طالب هم بوده یا که ابو لهب حسن و حسین زاده ای چی؟ امروز میبینه با چی گفتیست؟ با مردم با احمق هستم میگه که بعد سوال میگه آخه شما ایشون گفتید که تو من کجا دارم شما نداره من فقط سوال دارم داره شما گفتید داره دیده شیعه به تو ناخه تو تشکیل شویش از دروغه دیده همه وقت الله علم یا شیعه بدن فهمیده باید که ملاها خم نشینن ان یردو علیه قوله گفاش رد کنن رد از کجا میگیری آدم به سنگ رد کردن نشد به کلن نشد به بیل نشود رد از قرآن و حدیث میشه عادم الشیء اگر گویشو که چی برشو نمیکنه خب آخه باید عربا گفتیم عادم الشیء لا یعطی کشی نداشتگی چیزا نمیتیم ولی باشد رد میکنه خود ردای بعضی خوارج روسیه رداشو بچه به مشت میزنند و ترسوندن و تهدید کردن این میشه نیم انه لا يجوز نشر مثالب ولاة الامور مثالب یعنی چه؟ مثالب گفته عیب من کاشتگی کمبودگی کمبودی نقصان جایز نیست پهن کردن عیبی راهبران دولت فهمیده؟ جایز نیست پهن کردن نشر کردن عیب راهبران دولت این رو سبحان الله از همه خبیث‌ترین یعنی وسایل اعلامی این اینترنت هست پشت اینترنت که راهبرای دولت رئیسای جمهور و اینو طعنه ها و سر اسرارشون پخش کردن این اسلوبی ما نیست ما عقیده ما خیلی نیست همه کمبودی داره فهمیدی انسان چقدر که در رتبه بلند اومد کمبودیش کنار شده میاد فهمیدی هر کمبودی که در راهبرها هست در ما هم هست مثلا امروز کدوم آدمی که تعقیب میکنه راهبره یا به گوشش نه انصافا چی عیب دارد و میگه و ریش نمیمونه خودش نداره خب اکاش نداره دادرش نداره یزنش نداره برای میشه گوشترین عمکش نداره آخه برای من نزدیکترین پرزیدنت درباره دعوت و نصیحت کردن یا که یکم فرزند مای بس اونی میشه گیریم عمک مای پدر مای یا که دادر مای اکم همین ها را بعضی کسا تگی پا کرده میگذارده نمیبینم چون که به بالای و یک خودپسند یک تکبر هستیم و بالای همه خیش تبار برونده و همه را پرداخته فقط این چشمانی پرزیدنت بیستاده و نماز نمیرن و نماز میرن خدا نمیری بکن مسجد نمیری بکن خلاصه چی عیبه که سبحان الله میگن در حق راهبرا در خودی خلقه برای خاطر این پیامبر صلی الله علیه و چی میفرماید کیف تکونوا یولى علیکم خودتون چه خیل هسته الله در سرتون همه خیر راهبر میگه حسن بصری دیگه اماما منه چی گفتن که وقتی که ما یگون کم و کم بوده در راهبرها میدیدیم تز به خانه برمیگشتیم همونجا نه اون دیگه در کتاب امنی در تاجیکستان مسئولیتی همه شهروندان است یعنی علمای گذشته ما گفتن که وقتی که ما در راهبر یگون کم بوده میدیدیم تز به خانه برمیگشتیم یک قدی کوچم برفتیم یک جا رفتیم مسجد رفتیم یکی خبر شدیم که این راهبر یک کم بوده کرده تز خانه می اومدیم که این ویرون شدن و ویرون شوی ما هستیم تز به خانه برمیگشتیم خانوادی خود تفتیش میکردیم که
یگون کمبودی ما صادر کردیم که الله تعالی راهبر ما رو کرد. دیده؟ اینا خیلی خونه‌شو میپردازه میبره قد کوچش خیلی که امروز گرد حمایه که در مصر کرده است. اما زن و فرزند کودک پرداخته ورا خالشه. ما میگه چیکار کرده؟ میگه ریش نداره. تو هم نداری. تو داری منم ندارم میگه. خب آخه با یک نفر صحبت کردن برای چی میگه؟ خب که با قانونای الهی تطبیق نمیکنه، یعنی که با قرآن عمل نمیکنه. قانون باید کانستیتوسی قرآن شود. کانستیتوس قرآن شود نیمی تو به دست میمونی دوزها. نیمی چند میلیون خلق ترمه ها جان میشن مقدار، یعنی که کارهای متهمی داره. اون زنای شما که مثال گریم اون لباسای میپوشن همش قانون اسلام گفته جریمه میبندد، محکمشون میکند، یعنی یک همت یعنی که بیزن میمونه. با قانون الهیش خود بدونی قانون الهی گفته چی رو میگی؟ بی معنیگی هده فهمیده؟ اعوذ بالله. برای همون لا يجوز نشر مثالب ولاة الامور. عقیده ما همینه، ما هم خود ما یعنی که اهل سنت و جماعت ما یعنی که عقیده ما سلف صالح می نه ما نه دیگه کسانی که این طرف اون طرف خودشون سلفی گفتن بس چی همه جور وایرون کردن. عقیده ما سلف از آن عبارت است که جایز نیست پهن کردن راهبرای چی عیب و نقصان راهبرای دولت، لان فی ذلك اثاره للفتن و تسببا لوقوعها. دیده؟ زیرا که در این کاری که می شود یعنی پهن کردن عیب راهبرها چی می شود؟ اثاره می شود، یعنی فتنه را رواج دادن می شود، پاشیدن فتنه می شود. فتنه مثال گریم همین یک کمبودی راهبر فقط شما دونستید دیگران ندونستید. واقعا این کمبودی واقعا فتنه های همین به یک دیگر کس گفتید، با دوستی نزدیکتون گفتید، با دوستی نزدیک داره، به همین قطعه شما چی میشود؟ فتنه را رهش کشادگی میشود و تسببا لوقوعها و سببگار میشود که امت در این فتنه میقوته میشود. بعد دیگرها رنگ شما دیدگی نیستن، هم تو فقط معلومات شما یعنی علمان دیدگی باشه، چشمتون خطی دیدگی باشه، دیگران ندیدن که دیگرها با فناتیک میشن. من میدونم میگم هم خیر کو همین کاره و بعد دیدی نه ندیدم. فقط دوامش بعد چی میشه؟ شما دیدگی باشه دیگران دیدم نمیتونن گفتن شنیدم. برای ما مثلا تاجیکی خود ما شنیدن که بود مانند دیدن اگر نه و اشاعتها یا سببگار میشه تو درباره فهم کردن این فتنه. این بود مهم بود. دهم يجب أن ندين لله عز وجل بالسنة ونتبعها. موباد کی دین داری کنیم برای خاطر الله سبحانه و تعالی بسنت نه بدعت. و نتبعها ما باید که پیروی از سنت بکنیم. و نمقت البدع و المبتدعين. ما باید که چه بد بینیم بدعت را و اهل بدعت را. بدعت بد دانیم و چه اهل بدعت بد دانیم. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر قول پیغمبر آنجا که می‌فرماید من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی کدام کاری را انجام بده در همون کار امری ما نباشه، امر گفتیم چه؟ دین. در همون کار اگر تفتیش کنید دین کاری و در دین نیست، انا همون چی میشه؟ فهو رد. فهمیدید؟ علما گفتن که این حدیث عایشه رضی الله عنها روایت میکنن و دیگر روایت مسلم دیگه است میفرماید من احدث فی امرنا هذا، کسی در این دین ما یگون چیز نوآوری کند ما اون چیزی که لیس منه از دین نیست فهو رد و رد است. رد به معنی مردود است، مردود به معنی غیر مقبول است، قبول نیست. حدیث بخاری مسلم میبرند. اکنون نگاه کنید علما میدونن چی گفتن که در شریعت در اسلام عمل یا باطنی می شود او ما دیده نمیتوانیم که بهاتی برد، یا عمل ظاهری می شود که به عضوهای بیرونی او را انجام داده می شود. عمل چخل می شود یا باطنی می شود یا ظاهری می شود. ما فقط ظاهری را دیده به او بها داده می گیریم. اکنون باطنی او آباد بودن و آباد نبودنش
ظاهری او آباد بودن و آباد نبودنش برای این چی در کار می شود؟ لابراتواری در کار می شود. برای این یعنی که چینک در کار می شود، برای این تفتیش در کار، برای این کمیسی در کار می شود، برای این ترازو در کار می شود که آباد است یا آباد نیست. برای اعمال باطنی را یعنی درونی را سنجیدن که این آباد است آباد نیست، حدیث انما الاعمال بالنیات است. نیتش آباد باشد ثواب میگیرد، نیتش ویران باشد هیچ چیز نمیگیرد، بالعکس گناه گرفتارش میگیرد. یعنی حدیث انما الاعمال بالنیات این ترازی است که به این عملهای باطنی را دائم چین کرده میسته. فهمیده؟ اما این حدیثی که با دو روایت اومده است که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، یا که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، این چیز عملهای بیرون را برکشیده میشه. این از بیاد میاد. فهمیدید؟ این عمل شما طبق نشان دادی الله و پیغمبر است یا نه؟ همین حدیث شما رو دائم کنترل کرده نیست. اگر باشه که در دنیای سرتون در پیش نظرتون دائم این حدیث باشه. فهمیدید؟ فهمیدید یا نه؟ برای بارك الله فيكم. هذه خلاصة وكلمات موجزة من عقيدة السلف يجب أن نأخذ بها وأن نسير عليها إن كنا نريد النجاة ونريد الحق. شيخ می‌فرماید، یعنی طلبی شیخ برای ما این از خلاصه و کلمه های اختصار کوتاه از عقیده سلف. حالی ما کوتاه عقیده سلف خیلی گپا ما یعنی که پرتوخته گذاشتیم. عقیده یعنی که مغزی عقیده سلف از همین عبارت است که واجب است ما به اینها اخذ کردن ما، یعنی اینها به اینها چنگ زدن ما و به همین عقیده رفتن ما، سیر کردن ما واجب است اگر ما واقعا نجات می‌خواستگی باشیم، نجات دنیا آخرت و یعنی که حقیقت رو می‌خواستگی باشیم. حقیقت همین است، حقیقت همین است. ويجب علينا أن ننبذ أقوال الرجال الذين لا تستند إلى دليل. شيء؟ نعم. ويجب علينا أن ننبذ أقوال الرجال التي لا تستند إلى دليل. نگاه با ما واجب است که ما ترک بکنیم سخنهای مردان را. مردان یعنی که یعنی که مذهب ابو حنیفه خیلی گفته، شافعی گفته، البته اون همشه نه، اون سخنهایی که به یگان دلیل تکیه ندارد. اینجا مردان نه فقط مذهب، کدام مردی کدام انسانی که گپ زند که در گپ او دلیل نباشد ما باید که ننبوده ترک بکنیم. فالرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. این قاعده از خاطر در زیر این کلمه خط کشید بود. عبارت مردان را به حق شناخته می شود. فهمیدید؟ فالرجال يعرفون بالحق، مردان را به حق شناخته می شود. برای خاطر می یکم وظیفه ما باید اول چی را شناسیم؟ اول حق شناسیم که به طفیل حق با مردان میشناسیم، حق بدون را حق بدن شونه. ولیس الحق یعرف بالرجال، حق را به مردان شناخته نمی شود. فهمیدید؟ دیدی صدای معنی گفت؟ یعنی یکم درجه ما باید به چی شناسیم؟ ما به حق شناسیم که این حق ما را برده به رجال می، به مردان از انسان ها کی حق میگه دوره میگه. انا و حق اگه میگیره میکن از قرآن و حدیث. ويجب علينا أن قفتمين نعم. وأخيرا يجب علينا أن نضرع إلى الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. در آخر و ما واجب است که ما با الله تولا بکنیم، با الله زاری بکنیم. فهمیدید؟ با الله التجا بکنیم که با ما حق را همچون حق نشان بدهد. فهمیدید؟ و با ما روزی دهد پیروی از آن شدن را.
و از الله مسئله بکنیم که باطل را به ما باطل کرده نشان دهد، یعنی باطل بودنش نشان دهد، یعنی که این مصیبت بسیار کسا حق چیکاره باطل میبینن، باطل حق میبینن. نعوذ بالله. از الله مسئله داریم که ما را باطل را همچون باطل نشان بدهد و ما را روزی بدهد از او اجتناب ورزیدن را که با او هرگز نزدیک نشویم. البته این تمامی اینا چه کمک رسان همین است، یعنی که ذات است که ولی این است، راهبر همین است، میتواند همین کار کرد والقادر علیه. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد خیر الخلیقه، بهترین خلقها و اتقاها، از همه تقواترین خلقها و ابرها، اکوترین اونها و از که پاکیزترین خلقها و علی آله و صحبه اجمعین. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.